امام مالک رحمه الله تعالی یک روایت آورد میگه در مدینه منوره از زمره عجمی ها از مواری یک مرد میزیست میگه وقتی از دنیا رفت خودش مسلمان شده است بعد سرش هم یک فرزند داشته بود است تمام مال و ملکش که عبارت از 30,000 درهم بود به همین فرزند میگه میراث میگذاره و میره و فرزند نصیحت میکنه که بچم از یک خاندان خوب از یک خاندان پاکگوهر یک دخترک صالحه انتخاب کن اگر میخواهی که زندگیت هم خوب شود و آخرت هم این مرد نامش فروخ بوده است بر روایت امام مالک همین نامش دانسته میشه که فرزند این همی سرزمینای خود بود عجمی کنیه داشت ابو عبدالرحمن میگه یک دخترک صالحه را به خاطر دین و دیانتش انتخاب میکنه نکاح میکنه میگیره ولی نوشه نو عروس است ولی او خمالت نگذشته است یک روز در مسجد نبوی میروه نمازخوانی که اونجا بانگ خطر زده است که قیصر روم شاه بیزانتیا با ملک مسلمان ها تاخت و تاز آورده است شهری رقه را ضبط کرده استیلا کرده گرفته است مردم را دعوت دارند که بیایید از مرز و بوم اسلامی دفاع کنید بعد درباره فضیلت جهاد فی سبیل الله گپ میزنند فضیلت شخصایی که محافظ وطن هستند در اونجا گپ میرود این در اندیشه میگوید سبحان الله ولی فرزند ندارم ولی در سر و مسئولیت زیاد بار نشده است اگر باز نرم که خدمت نکنم پگه صاحب یا دو سیاه سرک شم ای که چون میتونم دیگه برای خدمت دین و خدمت وطن کنم با همین فکر اندیشه میآید زن در نزدش خروک هم بیاره میمونه و بسیار زنی صالحه و عاقله بوده است گفت شوهر چرا مضطرب مینمونی گفت این همین خیلی کارای زن نمیدونم چیکار کنم گفت اگر با شب سفر کنی من هرگز مزاحم تو نمیشم مانع این سفر نمیشم برای این در راه الله هست خداوند در ذمه تو حقی بیشتر داده است این مرد خدا را وقتی که بشارتش شنید در حال خسر بچه‌هاش جمع کرد خانه را آورد گفت که برادرو من میرم خدمت میکنم اینمی زن ما با شما و شما را به خدا سپارید تو آمدن و خواهش میشود که میره کردم نگه کنید مقصد که نفقه روزگار شد بیاره تأمین کنید 30,000 درهم این در پیش شما این همین مبلغ کم کم بگیره تجارت کرده مقصد همین به همزنی من بشنم تشتن هم انشاءالله من میرم یکان سیزم خدمت میکنم بعد بیاییم با زندگی را دوام میده خیشه کردن یک خواهشه که دیگر هم کرد گو که سمانه دیگر شده است خانه‌های شهر علاقه نو شدن حتی مسجد نبوی را از نو بازسازی کردن همین پول میرسه انشاءالله یا دو مردی کار بیاری همین خونه ما یک از کفر بود است ای سری نو بسازن اندک زمانویش کنن ای چوب و سنگ بسازن خودش رفت در همین جنگ اول اسیر می‌شد 18 سال در پلین بود است در اسارت اسلامی بعدا کتابت میکنه از بس که توجیه چیره بود سبب دست بود همین خودش خچه میخره مکاتب میشه و جانی خچه خودش آزاد میکنه تا میایه با وطن میرسه که از بین 20 سال گذشته است وقتی میایه در فکر که همین خونه ما میشناخت نباشم شهر نگردان شده است میایه که همون خسکفه به همون شکل صورت اولش اونی نمیست بزنید ابا گو این زنی ما یا مرده است یا شوی دیگر کدای رفت دیگر منتظری ما نشد همین نو میخواست در ابا خوبه که صدای از اون شدید مردای خدا گوش کنید مسجد در پیش خونه در قصه از اون هم نیستیم در قصه نماز جماعت هم نیستیم مردک 20 سال در خونش نبوده صدای از اون شدید گفت امری پروردگار مقدم بر همه کار خواست اول برم نماز میخونم اومد که بین از اون قامت یک مقدار فاصله هست که یک جوان ریش سیاه از بالای منبر صحبت دارد 7 فقیه بزرگ مدینه منوره در پای منبر شدگی صحبت یعنی را برغبت گوش میکنه همین خیلی لذت بود که به به گفت خدا رحمت کنه پدر مادر تا والله گفت اگر خداوند بگه یا فرزند بود دیگه ای دریورم که رفت به ارمان میره عجب پدر مادر خوشبختی داشته نماز وقتی فرض ادا کرد اومد در همون خانه را میکوف که نخواست همون ریش سیاه دید همراه یک شاگردکش نزدش اومد
یکی همین شاگردا همین امام مالک ابن انس بود. اومد گفت احمد جان سلام علیکم. گفت علیکم السلام بچه‌ها. گویا اون خدمت بود. نگو خونه اومدم. احمد گفت خونه ما. اون بچه میره کی خریده؟ اون من خریدارش نمیدونم و ای وقتی خدمتش درست اومد همین خونه همین رزمو رفته است که همین وقت از در خونه یک عورت بیرون شد. نگاه کرد گفت ربیعه خدا جان تماس کنه این پدرت ای این همون ابو عبدالرحمن فاروق است همون مرده که کلیک میرم یا سیزا خدمت میکنم این اگر خداوند بعد 20 سال ورث واسه نگاه پدر و پسر گردن هم دیگه را آغوش کردن خیر گریه و گیله و جنگیلش خیستن آمدن در خونه نشستن. این شخص ربیعة الرأی نام دارد استاد به واسطه امام مالک و یکی از اساتذه محترم امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله میشه. دیگه چند شیشتر صحبت کردن بعد ابو عبدالرحمن گفت که زنک یاد داری که زمان من 30,000 درهم مردم که تا اومدن من همه خونه را ایسری نوید شکل صورتی خوبتر کتی بسازه. ای بچه اومدم ای پیشتره دمو والا خوبتر شدش در 20 سال. اگر این مبلغ یکون مقدارش مونده باشه انشالله این بچه هم شیرمر چی دست بیار همون را موندد مقصدی دست و سینه بر بزنیم خونه را ایسری نو درست کنیم و شهر شکل صورتش تماما دیگه شدگی زنی غیور و جسور گفت ابو عبدالرحمن 30,000 درهم در پیشت شدگیه پولی تو نه خوردم نه پوشیدم نه خدمت زینت دادم حتی حج نرفتم. این پسرک وقتی که طرفی بردار بدم همین تولد چید سعی کرده که چی جای لقمه حرام لقمه شبحه نکرد استفاده نبرم که شیری منو میخورم. از خوردی با خدا و پیغمبر خیلی خوشموش کردم. در بالای گهواره من دیگه بیت نمیخوندم. در بالای گهواره من قرآن میخوندم. وقتی که به عقلتر شد نزدیک خوری بردمش در 2 سال حفظ قرآن کرده است در 6 سالگی حافظ کل قرآن شد. همه 7 فقیه بزرگ مدینه همش استادا شد. او اگه خدا کچوده که قبول نمیکنند خصوصا یک خدا گره که پدر یتیم باشه هر کدامش میگه سر پا میکردم مبلغ کلان میبردم که همین رد نکنم فرزند را بکنه بگیرم یک تی نمونه همه همون مبلغ ایترا من در همین فرزند صرف کردم. اگر ما مدوخای دعوگر باشی و دعوه داشته باشی برای میگم جو قرض قولت میگیریم سود دفته که این دیگه گریان شد. با خدا قسم زند من 100 روزی من صحبتای جوان از بالای منبر وقتی گوش کردم ایمانم آب خورده ندانسته خود به رحمت گفتم. زنه گفت والله غیرتی تا از غیرتی من خیلی جوتر است. و هیچ وقت دلم نمیشه که همه مبلغ بده یا فرزند صرف کنم. ممکن ایسر بشه مقداری را صرف نکردم اما 30,000 درهم هیچ وقت دلم نمیشه که صرف کنم. کم نباید صدق مرد از صدق زن. اون دل مردی که از زن کم بود اون دل باشد که کم زش کم بود. الله اکبر. و اذا غبت عنها حفظت وقتی که غایب شدی مقصد خودش حفظ میکنه مالی تو و نفس برای تو. سبحان الله. همین خیزن اگر خدا بتد اوقی دیگه عید دلیو چی لازمه چی لازمه برای 5 نوبت بیزن بردرد چیاری موافق بود در برد کی را خانه آباد و هم خانه دوست خدا را برحمت بزر سوی اوست. الله اکبر. پروردگار با خاندان بابای حاجی توچیدک همین زن ربیوره که واقعا برای شوهر همین درجه و منزلت داشته باشه برای فرزند بابای حاجی که هر وقت نظرش کرد وقتش چاک شود خرسند شود خچه در جنت احساس کنه و هر وقتی که امرش داد امر به واسطه اجرا کنه. امر شوهر واجب است. حضرت صلی الله علیه و سلم سوگند یاد کرد والذی نفس محمد بیده لا تؤدی المرأة حق ربها حتی تؤدی حق زوجها. قسم به الله که جان محمد در قبضه قدرت اوست تا زمانی که زن حق شوهر را ادا نکند هرگز حق خدا را ادا کردن نمیتواند. و وقتی که غایب شد
روسیه رفت و سفر تجاری رفت و جای رفت زن خچه محافظت کنه و مال و خانه و در شوهر محافظت کنه تا وقتی برگشته بشه. پروردگار به این خاندان چنین یک زنی صالحه را وارد کنه. خداوند برادرایی را که در این محفل خیر شرکت دارند و همه خیر روزای خوشبختی و سعادت روزی توی نکاحی فرزندان نبیروهاشون برساند. آمین یا رب.